امروز دوستان در این ویدیو در مورد دو جمله کوتاه میخوایم بحث کنیم و خدا کنه که شما با این دو جمله آشنا شوین و یاد بگیرین. من مطمئن هستم که اکثر شما با این جملات آشنا هستین و میفهمین و استفاده هم میکنین. یک جمله به نام I agree است. I agree. من موافق هستم یا موافقت میکنم. I am agree. من موافق هستم. جمله بعدی I am agree. دوستان عزیز، ما زیاد اشخاصی را دیدیم با وجود فهمی یا سطح انگلیسیشان بالا است، اما بجای از این که جمله درستی از دو تا را استفاده کنن، متاسفانه جمله غلط را استفاده میکنن. یعنی بجای این که بگوین که I agree، اونا میگوین که I am agree. I agree مانند I play، I speak، I can. از لحاظ گراماتیکال یا از لحاظ گرامری درست. مثلا اول فاعل میآید، بعد از او فعل agree. اما جمله بعدی I am agree که میگن فعل خودی agree خودش فعل است و شما نیاز به اضافه کردن کلمه am ندارین. پس I am agree absolutely wrong. جمله I am agree کاملا غلط است. اگر منظورتان زمان حال جاری باشه، با شما